سلام دوستان، به تایر بازار خوش اومدید. امروز میخوایم بررسی کنیم که عددهای روی لاستیک چه معنی میدن. اولین عدد نشان دهنده عرض لاستیک به میلیمتر است. عدد بعدی نسبت ارتفاع دیواره لاستیک به پهنای اون رو نشون میده که به این صورت به دست میاد. ارتفاع دیواره لاستیک تقسیم بر پهنای اون ضرب درصد. عدد بعدی اندازه رینگ است. واحدش اینچ هستش و قابل تغییر نیست. مثلا نمیتونید یک تایر 16 اینچی رو روی رینگ 17 اینچی نصب کنید. و در نهایت آخرین عدد بیانگر حداکثر وزن قابل تحمل هر حلقه لاستیک است. مثلا 82 اینجا، یعنی هر لاستیک میتونه حداکثر 475 کیلوگرم بار رو تحمل کنه. اگه میخوای بدونی حروف روی لاستیک به چه معنا هستن، حتما ویدیوی قبلی ما رو ببین و تایر بازار رو دنبال کن. تایر بازار، فروشگاه آنلاینی انواع لاستیک و رینگ با بهترین قیمت و کیفیت و ارسال به سراسر ایران.